سلام به چنل سلب نیوز خوش اومدید. لطفاً چنل رو سابسکرایب و زنگوله رو بزنید تا از اخبار و حواشی جا نمونید. امروز ویدیومان در حواشی کتی پری و اورلاندو تیوم هستش. در آخر نظرتون رو کامنت کنید. مرسی. بعد از جدایی اورلاندو بلوم و کیتی پری، پس از 9 سال رابطه، هر دو به طور غیر مستقیم و با پیام‌های رمزگونه احساسات خودشون رو بیان کردند. اورلاندو، بازیگر ارباب حلقه ها، در تاریخ ژوئیه در اینستاگرامش نقل قولی از کارل گوستاو یونگ منتشر کرد که به تنهایی و ناتوانی در برقراری ارتباط با چیزهای مهم اشاره داشت. این پیام به نظر میرسد بازتاب احساساتش بعد از جدایی باشه. چند روز قبل از اون هم کیتی پری در 30 ژوئن پیامی رمزگونه منتشر کرده بود. اورلاندو همچنین جمله‌ای از بودا به اشتراک گذاشت: هر روز یک شروع تازه است. کاری که امروز انجام می‌دهیم مهمترین چیز است. در حالی که کیتی درباره جدایی صحبت کرده، او با روحیه مثبت به فعالیت‌های خودش ادامه داده و عکس‌هایی از خودش، دخترش دزیداو و لحظاتی شاد در اینستاگرام منتشر کرده. در یکی از پست‌ها او همراه با حیوانات لبخند می‌زند و لحظاتی را با دخترش و اورلاندو در طبیعت سپری می‌کند. مرسی که تا اینجا ویدیو همراهمون بودین. لطفاً چنل رو سابسکرایب و نظرتون رو کامنت کنید.